و در اینجا علاقه فریدون شریفزاده برای ما سوال نویساندن. سلام، در دوام چند مدت امکانیت آموختن زبان انگلیسی هست؟ این وابسته با شما است و شرایطی که شما است. شما دارید فریدون. شخص میتواند در 6 ماه آموزد، یعنی زبان انگلیسی رو آموختنش و گپ زدنش رو در 6 ماه میتواند. بعضی ها میتوانند در 1 سال، بعضی ها 5 سال میموزند. وابسته به شما است و وابسته به پروگرامی که شما دارید، وابسته به امکانیت هایی که شما دارید. مثلا اگر شما درس ایده‌آوری گیرید این امکان باز بیشتر می شود. اگر شما فیلم موسیقی کار کنید این باز بیشتر می شود. اگر شما با کلوب های دیبات که با دیگر جور روید این باز هم گیم تیزتر می شود. وابسته به اونی که شما چی امکانیت دارید، چی گیم مواد دارید و چند قدر وقت دارید. بعضی ها هستند که مثال در یک هفته همگی 2 ساعت کار انگلیسی جدا میکنند. بعضی ها هستند که هر روز انگلیسی می‌آموزند. البته همه اینها رو یعنی ما نمیتونیم گفت که در 1 ماه انگلیسی رو شما خوب می‌آموزید اگر در 1 هفته 1 بار انگلیسی آموزید. یعنی که ما میتوانیم با دل پر گفته که در 1 سال شما آزاد با زبان انگلیسی گپ زدن میتوانید اگر شما هر روز زبان انگلیسی آموزید، هر روز کلمه زیاد کنید، هر روز یک قاعده گراماتیکی زیاد کنید، یعنی که هر روز آن رو تجربه کنید. این وابسته به برنامه شما است، وابسته به موضوعی که شما دارید. و البته میشود حالتی که شخص میتواند در 4 ماه گپ زند، شخص میتواند در 6 ماه گپ زند. این خیلی حالت ها نیست هستند.